سلام دوستان عزیز، سلام به تمام کسایی که ما رو تماشا میکنند، دستگیری میکنند و هزار رحمت تماشا میکنید، دستگیری میکنید. چنانه که شما میدونید ما مثال یک دیتا 2 هفته یا 3 هفته پیش کتی سنگالی ما 2 تا ویدیو داشتم. سنگالی روزه همتون میدونید 2 تا ویدیو داشتم. مثال روزه چند وقت شد کتی ما نیستی برای که یک کم ترک گپ شد در بین، یک کم ترک گپ شد. ما چی را میتونستیم پروست حل کنیم، اما خیلی تیخ حل کنیم، نه که او کاری خطا کرد. او کاری خطا کرد، همین چیز باید نمیکردم. من برادر همین کارش گنده خطاه. من میدونم پلیبام توی ویدیو رو تماشا میکنی سنگالی، اگر هم ویدیو رو طول تماشا کردیسته باشی، مثال اگر مرد باشی любое время بیا رو برو بشینیم گپ زنیم. любое время در любое جا، یا اگر خواهی من زنگ بزن من خودم میام، اگر خواهی ما آدرس گپ میزنم تو بیا. любое وقت در любое время مثال من تیارم. این کارو تو باید نمیکردی. او کار любой خیل یا بگی حلقه خاک شد любой خیل در любой جا. انا این کار گنده خطا فهم. السلام علیکم دوستان، چیکار کردین؟ ویدیو زاپس کردی؟ سلام، یا برادر این دانه کتیش ویدیو کردم. یا کاری گنده خطا کردم، مرا گازیدم. کارو چقدر برات کندموی خیلی شد. یا رفتی دیگه. سلام علیکم دوستای عزیز، ما قطع جون دوست. سلام. از سبب که کم ترک راه ما دورای دیر میویم، نصیب باشه با نزدیکی همش میشه. سلام دوستان عزیز، عذر زیاد یک کم تر اول داشته چی کردیم. چیه بسیار چند کس نیسته بود میگه چیز سنگالی نیسته، یگون جنگ شده چی شده. ما گفتم میره خواستم من دعوت کنم سنگالی یک گوه میام خیلی تو که میگم برای سیام کنه پروست میشنیم چرخ کنه روش گنده دوره به خدای را. مثلا یک دیتا یک نیم 2 ساعت قریب میاد. مثلا برای همون مثلا خیلی هم کار میکنه، هم مثلا فهمیدن در کارهای چیرم. انا برای همو چی نام داره. مثال ما دعوت کردیم سنگالی که ما یگون کاری بد نشده، یگون مثال دشمنی هم نداریم، یگون چی هم نداریم. این میای خونه ما یگون وقت نصیب باشه میرم خونهش میمونیم نصیب، یا یکیش ممکن به نزدیکی میاد. بعد دیگه هر روز با ویدیو میکنیم چی میکنیم. اگر خواهید مثال لیبوی بریم کانالی هم در سرکای ما کامنتار دمیمون بدرید. هر روز پاش یه روز 3 تا ویدیو میپارتیم قرار نمیسه. بدرید پس کنید کامنتار بنویسید. ولی ما نصیب باشه 2 سرودک میخونیم. شما شما فراموش نکنید که مثلا ما حضورم دوستیم برادریم لیبوی بریم در دستگیری یک دیگری مونیم. نوار بردار هم گیتار رته خدا نشانه تیم خیلی جوش میگرم. نه برادرای عزیز ولی سنگالی جان خواهش میکنه یه سرودی غریبی او غریبی که در هر جا میخوان، نه یگون تا بخوام که مثلا قندم باشه در هر جا چیز تعلیمی باشه جان تیاریم با یه سرود دیگه با ما میخونم. شب شما فهمید که ما ولی هم دوستیم برادریم بگیرفتیم. هوا سرد است و بارانی، دلم میلی وطن دارد. مثال مرغی آسمانی، دلم سری چمن دارد. هوا سرد است و بارانی، دلم میلی وطن دارد. مثال مرغی آسمانی، دلم سری چمن دارد. خدایا صبر و طاقت در این ملکی غریبانه. خدایا صبر و طاقت در این ملکی غریبانه. غریبم در دلش درده و سرچشمانی تر دارد. غریبم در دلش درده و سرچشمانی تر دارد. شکر در کامی و زر است، زی پزمانی و سرسانی. با امیدی وطن در دل هزار فکر بسر دارد. مشم غمگین الا دوستم مسافر بچه تاجی. بیدان شامی غریبیم زی پای خود سهر دارد. هوا سرد است و بارانی، دلم میلی وطن دارد. مثال مرغی آسمانی، دلم سری چمن دارد. خدایا صبر و طاقت
اثر چشمانی تر دارم. ای سلامت باشه. زنده باشی سرود دوستان، عجایب. خدا مثال اگر کسایی که کم تر اگر یاد کردگی باشن کم تر کم یاد کردگی باشن وطن در حقیقت مثال او چه دل جگر آدم ها و نسم دلی مثال اینا رنگ زنده میکنه که اما خیلی چیه مثال فقط کسایی که درد دارن اون کسا میفهمن و مثال برای همین سرود اگر این قلب حس کرده باشه اون چرا چوست کرده باشه در کامنتر نویسید مثال فکرای خودتونه حاضر نصیب باشه اگر سنگالی جان اجازه یک سروده که دیگه ما هم بخونیم اگر نه زور میشد. برادرای عزیز ما در چترلت که مثال آخرون بود یا پیش آخر بود یک سرود خوندیم مثال یکی یار داره یارم ما اوجه سرود کلیپ کردیم با نزدیکی و میخوام ژیوای گل ژیوای ورسی چی میشه میخونیم گوش میکنیم نصیب کنه با نزدیکی اوجه MP3 کلیپش کردیم میبره گرنی بعد ما دیگه نمیدونم سنگالی گفت چوت که دیگه اون نمیدونم بهتره دیگه هم نسازم ولی ژیواش میخونیم گوش میکنیم. نمیچینم گله که خار داره دلبر نمیگیرم او را که یار داره دلبر تگی خانش نشست ناله کرده این دل به خبر از دلوش دلدار داره دلبر تگی خانش نشست ناله کرده این دل به خبر از دلوش دلدار داره دلبر یک یار داره یارم دلدار داره یارم دیگر غم نمیخورم غم خور داره یارم یک یار داره یارم دلدار داره یارم دیگر غم نمیخورم غم خور داره یارم قدی ثروت اله غم نبینه دلبر دل شادت اله غم نبینه دلبر جفاها یکی از دستت کشیدم دلبر اله در جهان آدم نبینه دلبر جفاها یکی از دستت کشیدم دلبر اله در جهان آدم نبینه دلبر یک یار داره یارم دلدار داره یارم دیگر غم نمیخورم غم خور داره یارم یک یار داره یارم دلدار داره یارم دیگر غم نمیخورم غم خور داره یارم دیگر غم نمیخورم غم خور داره یارم. سرود هم چیستا برای عشقا آه نسام دل چیستا وقتی که بعد میفهمی که نسام دل عروس دیگه کسی ناز میده گنده گروس نمیشه کسی اگر خاک چیست که باشه در کامنتر نویسه. دوستان عزیز چه خیلی که دیدید ما فقط خواستیم بگیم که مثلا سنگالی برادری ما دوستی ما است ما مهمون میشه نه تنها مثلا برادر کشید نه تنها برای سیامکه یگون چی دیگه مثلا میشنیم پروسس صحبت کرد سیمیش که خوراک کرده گپ در سری و نیست لبو بریم ما دوستیم یگون بد نیست یگون دشمن نیست یگون چی نیست برای زنده باشید درمون خدا باشید همیشه دیگریتون حرمت کنید دستگیری کنید. چی میگی؟ خداحافظ. کانال لینا کامنتر ده گفتی کو اولش دفت بومه خیر آخرش آخرش ده میریم. سلام علیکم دوستانی عزیز سلام به تمام کسایی که Ja, nee, gab ja hoor. ja, oh, Man kan رو یخش میته میخنده. خیلی گاب زدم دو خندیدم. تاکسیور میگیری؟ 10 سال نخمیشم جام قابل نه. هفته سه. سلام علیکم دوستان عزیز. سلام به او برادرایی که مرا تماشا میکنن. خندیده سایونا خنده من اینجا ما نگاه نکردم من کاملا نگاه با می تقری میدیات را میخوندم بیا میخ ما вже سریوز نباش پاسپورت اینجا با میاد خنده نمیشه خودی خودی نگوشی